أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 6 درس گرفتیم و حالا باشد درس 7 را به سمع شما خواهیم رسانید. صاحب کتاب می نویسد الدرس السابع، یعنی درس 7. در این درس 7 همچنین به مثل عادتهای پیشینه اش چند از کلمه های نو رو میارد برای حفظ کردن. یعنی این کلمه ها باید اول حفظ کرده شود. خب اولین کلمه‌ای که آورده است میگوید جریدتون. جریدتون یعنی گازیتا یا روزنامه. جریده روزنامه، این مفرد است. جمعش میشود جرائدو، یعنی روزنامه ها، گازیته ها. پس دقت بتید که جرائدو غیر منصرف است، آخرش تنوین را قبول نمی کند. بعد از این میگوید مجلتون. مجلتون مجله، یا میتونیم بگیم ژورنال که هفته و یک ماه یک بار چاپ می شود، اون رو میگوین مجله. پس با فارسی هم همچنین با تاجیکی موشما مجله می شود. جمعش ببینید که جمع مؤنث سالم برای جمع کرده می شود. پس میگوید این تای آخرش را بگیر، در جاش الف و تا را بمان. پس می شود مجلاتون. مجلاتون یعنی مجله ها. بعد از این میگوید عربیون. عربیون یعنی با زبان عربی. روسیون با زبان روسی. جمیلون، جمیلون زیبا، خوشرو. و می شود و توش که مشمو و میگیم، اما این و در زبان عربی به معنای واو عاطفه‌اش میگویند که جمله قبلی یا اسمی جمله بعدی یا اسم بعدی را در جمله یا اسم قبلی عطفش میکند، برابرش میکند، که این را اصلا در علم صرف چطوره که در متن در درس‌های الاجرومیه در حرف‌های عطف این را با تفصیل خواندگی هستیم. پس میگوید و به معنای و تاجیکی هم و میشود، اما در زبان عربی به معنای عطف. میگوید کتابون و دفترون، یعنی کتاب و دفتر. کتاب و دفتر. بعد از این میگوید لهو. لهو دو ترجمه می شود. می توانیم بگیم که از وی. لهو از وی. می توانیم ترجمهش کنیم بگوییم که دارد وی، یعنی که لهو دو ترجمه می شود وابسته به کلمه. در جمله که بیاید نگاه میکنیم که از وی در راست بیاید، پس میگیم که لهو. لهو رو ترجمه از وی میکنیم. اگر در ترجمه دارد وی موافق باشد، پس میگیم که دارد وی. یا هر دی ترجمه راست بیاد اگر می شود هر دی ترجمه رو پیشنهاد بکنیم، جایز است. پس لهو دارد وی مرد. هو اما ضمیر متصل هوی که بود، هو و یک مرد. ضمیر غائب مفرد مذکر، اون ضمیر منفصلش است، جدا نوشته می شود. این لهو، هویی که در آخر این میبینید، این هو ضمیر متصل است، این باید در یک چیز پیوست شود، به تنهایی نوشته نمی شود. لهو پس ترجمهش دارد وی یا لهو از وی مرد. هو و مثل هو مردانه است، مذکر هست. بعد از این میگوید لها و مثل همین لهو است، دارد وی یا از وی، اما این زنانه است، به مثل هی است. این هایی که میبینید هی است، ترجمهش به مثل هی است،
اما اون منفصل است، جدا نوشته می شود. این لها هایی که می بینید این جدا نوشته نمی شود، زیرا که این ضمیر متصل است. بعد از این میگوید لکه. لکه همچنین دو ترجمه دارد، داری تو یا از تو. دو ترجمه، داری تو یا میشود بگیم از تو. پس که به مثل انت است. ما و شما انت را خونده بودیم، انت یعنی تو، این که همچنین تو. اما اون انت ضمیر منفصل است، جدا خشه نوشته می شود. این که ضمیر متصل است، جدا نوشته نمی شود، باید در یکون کلمه پیوست شود. پس میگوید لکه داری تو یا از تو، مردانه مذکر به مثل انت. لکی به مثل همین لکه است، فقط مؤنث است. داری تو یا از تو. و کی به مثل انتی است. انتی ضمیر منفصل است، کی ضمیر متصل است. بعد از این میگوید لی. لی همچنین دو ترجمه دارد. میتواند بگیم که لی یعنی دارم من یا از من. دارم من یا از من. این یایی که در آخرش میبینید یا، این یا همون انا است. انا من، امین یا ترجمهش میشود من. پس او انا ضمیر منفصل است، جدا خشه نوشته میشود. این یا رو جدا نوشته نمیشود. این باید در یکان کلمه پیوست شود، بچسبد. چطوری که شما می‌بینید در کلمه لی حرف جارده پیوست شدگی است. پس این هم دو ترجمه دارد، از من یا دارم من. خب این بود کلمه های نوی درس هفتم. اکنون میگذاریم به حوار درس هفت. ببینید صاحب کتاب در اینجا از همین کلمه ها و از کلمه های درس های گذشته برای ما و شما یک حوار آماده کرده است برای گپ زدن زبان عربی. اکنون دقت بتید چی میگوید. میگوید که له کتاب کبیر، یعنی وی کتابی کلان دارد. دارد، له را ما دارد ترجمه کردیم، دارد وی. می شود که بگیم از وی است کتابی کلان. از وی است کتابی کلان. له جار و مجرور متعلق به کائنون، خبر مبتدا، خبری مقدم، کتابون مبتدا مؤخر، کبیرون صفت کتاب می شود. یعنی کتاب چی طور کتاب؟ کتابی کلان. ببینید کتابون کبیرون، این را کتابون را منعوت میگوید، کبیرون را نعت. یا کتابون را موصوف میگویند، کبیرون را وصف صفت. بعد نعت و صفت هر دوش یک چیز است، یا منعوت و نعت هر دوش یک چیز است. له کتابون کبیرون، وی کتابی کلان دارد. یا میتونیم بگیم از وی است کتابی کلان. بعدش میگوید الکتاب جمیلون، یعنی کتاب زیبا است. الکتاب جمیلون، کتاب زیبا است، مبتدا و خبر. لها محفظتون، میتوانیم بگیم از وی از سونکه، یا میتوانیم بگیم دارد وی سونکه. چطور گفتیم دو ترجمه میشود. در اینجا هر دو ترجمه را کردن ممکن است. دارد وی سونکه یا از وی است سونکه، از وی زن، زیرا که ها ضمیر برمیگردد به مؤنث رنگی به مثل هیه. پس لها جار و مجرور خبر مقدم، محفظتون مبتدا مؤخر. مؤخر یعنی که بعد آمدگی است. اول باید مبتدا باشد بعد خبر، اما اونجا برعکس آمدگی است، برای خاطر مقدم و مؤخر میگوییم. المحفظه جمیلتون، یعنی سونکه زیبا است. سونکه زیبا است، همچنین مبتدا و خبر. لی کتابون و دفترون، ببینید لی کتابون و دفترون، یعنی که از من از کتاب و دفتر. یا میتوانیم بگیم دارم من کتاب و دفتر. هم دو ترجمه در اینجا ممکن است. از من از کتاب و دفتر، ممکن است بگیم دارم من کتاب و دفتر. اکنون و ترجمه چطور گفتیم در زبان عربی به معنای واو عاطفه میآید، عطف میکند جمله قبلی رو به بعدی یا کلمه قبلی رو به
کلمه بعدی رو به قبلی، یعنی که اصلا ما باید این طور بگیم لی کتابون لی دفترون، یعنی دارم کتاب دارم دفتر. اما در زبان عربی لی کتابون بجای همون لی ورم یارم خلاص می شود دارم من دفترون، دیگر لی را دیگه بار تکرار نمی کنیم. از این حساب میگه لی کتابون و دفترون. در ترجمهش میگیم از من از کتاب و دفتر، میتوانیم بگیم دارم من کتاب و دفتر. لک قلم و محفظتون، از تو است قلم و سنکه. همچنین جایز است بگیم داری تو قلم و سنکه، هر دوش ممکن است. هذه الجریده عربیتون، یعنی این روزنامه این گازیتا عربی هست، به زبان عربی است. هذه الجریده عربیتون، این گازیتا این روزنامه به زبان عربی است. بعدش میگوید تلک المجله روسیتون، یعنی آن مجله آن ژورنال به زبان روسی است. تلک المجله روسیتون، آن ژورنال به زبان روسی است. لمن تلک الحجره، یعنی از کی است آن خانه آن کامنته. لمن تلک معذرت میخوام، لمن تلک الجریده، از کی است آن جریده، یعنی آن روزنامه آن گازیتا. میگوید لی یعنی از من، اینجا ده فقط از من ترجمه میکنیم، دارم من ترجمهش نمیشود، اینجا ده فقط از من است. اصل کلمه تلک الجریده لی، یعنی آن روزنامه از من است. دقت دادید در اینجا فقط از من است ترجمه می شود. لی یعنی از من است، نمیگویم که دارم من. بعد از این میگوید لمن هذه المجله، از کی است این ژورنال این مجله از کی است؟ در جواب میگوید که لک. در اینجا همچنین میگیم از تو است، نمیگیم که داری تو. اینجا یا ترجمه ای از تو است درست است بس. پس اصل کلمه می شود هذه المجله لک، یعنی این ژورنال این مجله از تو است. پس لک یا لی اینها جار و مجرور متعلق با کائنون خبری مبتدای محذوف می شوند. بعد از این میگوید این المعلم و المعلمه، یعنی در کجاست معلم و معلمه. معلم و معلمه در کجاست؟ این عینه گفتیم استفهامیه مکان است، جا را پرسیدید، یعنی جای معلم و جای معلمه در کجاست. و واو گفتیم واو عاطفه است. المعلمو مرفوع است و المعلمتو آخرش همچنین مرفوع می شود، زیرا که عطف است در جای معلمو. المعلمتو عطف است در جای معلمو. اصلا باید این طور بگوید این المعلمو این المعلمتو، اما عینه دویم را تکرار نمیکنه، در جاش یک و را میارد می شود به معنای عینه. برای خاطر این واو رو واو عاطفه میگویند. در جواب میگوید المعلم و المعلمه فی الفصل، یعنی معلم و معلمه در صنف هستند. المعلم و المعلمه فی الفصل، معلم و معلمه در صنف هستند. در دوام عباره میگوید این التلمیذ و التلمیذه، در کجاست شاگرد پسر و شاگرد دختر. التلمیذ شاگرد پسر، التلمیذه شاگرد دختر. میگوید در کجاست شاگرد پسر و شاگرد دختر. در جواب میگوید التلمیذ و التلمیذه فی البیت، یعنی شاگرد پسر و شاگرد دختر در خانه هستند. شاگرد پسر و شاگرد دختر در خانه هستند. التلمیذ و التلمیذه فی البیت. اکنون میگوید له کتابون. دو ترجمه بکنه ممکن است. از وی است کتاب،
از وی است کتاب یا کتاب از وی است می شود. این یک ترجمه. دویم ترجمهش دارد وی کتاب، له کتابون یعنی دارد وی کتاب، یا کتاب دارد. دو ترجمه ممکن است. بعد از این میگه لها دفترون، لها دفترون همچنین دو ترجمه ممکن است. از وی زن است دفتر، یا میتونیم بگیم دارد وی دفتره، دارد وی دفتره. بعد از این میگه لک قلمون، لک قلمون میشود از تو از قلم، یا میتونیم بگیم ترجمه دوم که قلم داری تو قلم، لک داری تو قلمون قلم، داری تو قلم. دو ترجمه در اینجا ممکن است. لی محفظتون، لی محفظتون یعنی از من است سمکه، لی محفظتون یعنی که از من است سمکه. سمکه میگوید از من است. یا میتونیم بگیم که دارم من سمکه. یعنی دو ترجمه جایز است، دو ترجمه کردن در اینجا جایز و ممکن است. میتونیم بگیم که دارم من سمکه، یا میتونیم بگیم که از من است سمکه، یا میتونیم بگیم که از من است سمکه. پس این هست حوار درس هفتم از کتاب تعلیم آموزش زبان عربی، و در اینجا این درس را به پایان میرسانم و تا درس آینده یکایک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.